سلام آرتیستا، به نقاشی دختر کیوت خوش اومدین. برای نقاشی دختر کیوتمون با کشیدن چهره شروع میکنیم. پس اول بیاین 2 چشماشو بکشیم. برای هر چشمش یه خط کوتاه و یه نیم دایره میکشیم. میایم پایین تر، بینی و یه لبخند کوچیک هم براش نقاشی میکنیم. خب حالا دیگه میتونیم خط دور صورتش هم اضافه کنیم. برای این کار 2 خط کوتاه در 2 طرف میکشیم. بعد به سمت پایین صورتش ادامهشون میدیم. حالا میایم بالاتر و شروع میکنیم به رسم کردن چتریهاش. اول 2 خط سمت چپ صورتش میکشیم. یه خط کوتاه هم اینجا. یه خط بلندم برای سمت راست صورتش میکشیم. برای ابروهاشم فقط ابروی راستش رو میکشیم، چون ابروی چپش زیر چتریهاشه. خب فعلا میایم پایین تر. اول بدنش رو میکشیم، کامل میکنیم، بعدش برمیگردیم و ادامه موهاش هم میکشیم. پس اول گردن و شونه هاشو میکشیم. بعد خط 2 طرف بدنش. حالا باید قدش رو مشخص کنیم که تا کجا باشه. پس یه خط بلند تا جایی که میخوایم قدش تا اونجا باشه میکشیم به طرف پایین. این خط میشه خط بین پاهاش. پس میایم از پایینش مچ پاهاش هم اضافه میکنیم. اینطوری خطمون رو گردش میکنیم، میاریم پایین. یه خط کوتاه هم پایین میکشیم. حالا اینا رو بیاین تبدیل کنیم به کفشاش. پس اینطوری کف کفشاش رو میکشیم. خب حالا باید پاهاشو کامل کنیم. پس میایم اول از قسمت بالای پاها شروع میکنیم به کشیدنشون. میتونیم اول یه شلوارک کوتاه براش بکشیم. خطا رو از پایین به هم وصل میکنیم. بعد چسبیده به پایینشون یه خط بلند از سمت راست میکشیم. این میشه پای راستش. یه خط بلندم از سمت چپ برای پای چپش میکشیم. بعد پایین پاهاش قسمت بالای کفشاش هم اضافه میکنیم. اینطوری. حالا میایم بالاتر. نوبت کشیدن دستاشه. برای دستاش اول باید آستینای لباسشو بکشیم. برای آستیناش 2 خط کج در 2 طرف میکشیم. بعد اینطوری وصلشون میکنیم به 2 طرف بدنش. خب میایم سمت چپ. یه خط کوتاه میکشیم. 2 انگشتم اضافه میکنیم. 2 انگشت کوچیکم در ادامه و دستش رو وصل میکنیم به آستین لباسش. برای دست راستش هم دوباره همین مراحل رو تکرار میکنیم. یه خط میکشیم. بعد در ادامهش 4 انگشت کوچیک براش اضافه میکنیم و مچ دستش رو وصل میکنیم به قسمت بالا. حالا دیگه میتونیم جزئیات لباسش هم اضافه کنیم. میتونیم برای لباسش 2 بند بکشیم. اینطوری میتونیم تبدیلش کنیم به یه اوورال. پس یه بند اینجا سمت چپ، یه بندم سمت راست میکشیم. 2 دکمه مثلثی هم میتونیم روی اینا اضافه کنیم. اینم میشه قسمت بالای اوورالش. اینجا هم میشه یقه تیشرتش که زیر اوورالش پوشیده. خب لباسش و بدنش کامل شد. بالاخره نوبت موهاشه. بیاین موهاشو طوری نقاشی کنیم که موهای فرش و 2 طرف سرش بسته باشه.
پس اول در دو طرف این قسمت ها به چتریهاش اضافه میکنیم. بعد با یه خط بلند خط دور سرشو میکشیم. پس اینجا اول یه نیم دایره بزرگ میکشیم. بعدش برمیگردیم به سمت چپش. برای نقاشی کردن موهای فرش از یه خط موجدار استفاده میکنیم. پس یه شکل اینطوری سمت چپ و یه خط موجدارم برای سمت راست سرش میکشیم. فکر کنم بتونیم 2 تا گیره مو هم براش اضافه کنیم. اینطوری برای هر دو طرف سرش یه دونه گیره میکشیم. خب نقاشیمون دیگه داره کامل میشه. فقط میمونه که چشماشو کامل کنیم. پس داخل چشماش باید جزئیات چشماشو اینطوری اضافه کنیم. توی چشم راستش هم دوباره همین شکل رو میکشیم. برای مرحله آخر نقاشیمونم 2 تا موجه هم برای هر چشمش اضافه میکنیم. و بعدش هم دیگه میریم برای رنگامیزی. برای رنگ کردنش از بنفش، کرم، زرد و آبی استفاده میکنیم. اینم از نقاشی یه دختر کیوت با موهای بنفش. مرسی که تا انتهای این نقاشی همراه من بودین. یادتون باشه اگه این نقاشی رو دوست داشتین آرتیست باش رو دنبال کنین تا نقاشی های بعدی رو از دست ندین. تا یه نقاشی دیگه فعلا خداحافظ.